سلام، عرض ادب و احترام. سعید هستم. خیلی خوشحالم که دارین کانال منو تماشا میکنید. امروز اومدیم دوباره با یک آموزش کپکات دیگه. میخوام بهتون یاد بدم که چطوری 2 تا کلیپ رو با هم دیگه ترکیب کنید و یک کلیپ واحد درست کنید، مثل این کلیپی که الان میبینید. اگر علاقه‌مند به این موضوع هستید در ادامه حتما همراه من باشید. خب امروز میخوایم بریم سراغ نرم افزار کپکات رو یاد بگیریم که چطوری میتونیم 2 تا کلیپ رو از طریق ماسک با هم دیگه ترکیب کنیم و یک کلیپ واحد درست کنیم. بریم داخل نرم افزار که ببینیم چطوری باید این کار رو انجام بدیم. خب مثل همیشه اول نیو پروژکت رو انتخاب میکنیم و اون 2 تا کلیپی که میخوایم با هم دیگه ترکیب کنیم رو اینجا اضافه میکنیم. خب اینو من اول یه مقداری استابیلایزش بکنم چون تصویرش یه مقداری لرزش داره. اینو اول اصلاحش کنم که یه مقداری نرم تر بشه. کلیپ اول رو من آورلی میکنم که بیاد زیر این کلیپ. خب ما میخوایم که از این ستون دوم کلیپ جدیدمون پخش بشه. در واقع وقتی این ستون رد میشه، یعنی وقتی این ستون تو این موقعیت مکانی هست، از این به بعدش، از اینجا به بعد کلیپ جدیدمون پخش بشه. پس ما میایم اولین جایی که این ستون شروع میشه رو انتخاب میکنیم که اول اینو بگم که زوم کنیم قشنگ که بتونیم فریم به فریم بررسی کنیم این موضوع رو. تا جایی که میشه اینو من زوم میکنم. خب حالا میتونیم فریم به فریم اینو ما ببینیم. اولین جایی که فضای بعد از ستون دیده میشه اینجاست. خب روی این کلیک میکنیم، گزینه ماسک رو انتخاب میکنیم، اسپلیت رو انتخاب میکنیم، ماسکمون رو میچرخونیم، میایم میذاریم اینجا. میذاریمش اینجا و یه دونه کیو فریم اینجا میزنیم، کی فریم اینجا میزنیم. خب حالا کاری که ما باید بکنیم اینه که ما فریم به فریم بریم جلو، این رو بکشیم بذاریم روی این لبه. ترجیحاً یه مقداری از لبه من جلوتر میذارم برای اینکه من کلیپم سرعتش زیاده و میخوام که ماسکم از تصویرم عقب نیفته. خب دونه دونه میریم جلو، اینو تنظیمش میکنیم، دوباره اینجوری میذاریم. فریم بعدی دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. اینو من میچرخونمش کمی، بعد میارمش اینجا، دوباره به همین شکل. اینو ما دائم باید تنظیم کنیم که تو جای درستی قرار بگیره. خب من تصویر رو روی دورتون میذارم که وقت شما هم گرفته نشه. خب ماسکمون تموم شد. حالا روی از این پایین این گزینه تایید رو فشار میدیم ببینیم که چی شده. خب خوبه، اما اگه دقت کنید یه مقداری بعضی جاها ماسکمون عقب میمونه، اما توی سرعت اونقدر مشخص نیستش، ولی ما میتونیم که اینو دوباره اصلاحش کنیم. خب اینجا کیو فرما رو ما میبینیم، اینجا روی این قسمت زوم میکنیم. خب دوباره میریم داخل ماسک، میتونیم اینجا دوباره بررسی کنیم که کیو فرمامون عقب نمونده باشه از تصویر.
اینجا یه کمی عقب مونده. هم میتونیم کیفرم بعدی رو بکشیم مقداری جلوتر که سرعتش بیشتر بشه و اینجا عقب نمونه. هم میتونستیم بینش دوباره یک کیفرم بزنیم. خب خوبه. ما تصویرمون رو اینجا هم کات بزنیم چون ادامهش رو لازم نداریم. خب یه دور دیگه از اول ببینیم، زومش هم برگردونیم. خیلی ممنونم که تا انتها همراه من بودید. امیدوارم که این آموزش هم به درتون خورده باشه و بتونین باهاش کلیپ‌های خیلی خوبی درست کنید. اگر به این موضوعات علاقه‌مند هستید، حتما کانال من رو سابسکرایب کنید. من سعی می‌کنم هر هفته 2 ویدیو با همین موضوعات منتشر بکنم. یا حق خیر پیش.